یک برادر با نام سیراج‌الدین مهاجر سوال فرستاده است که ما مهاجران دیگر پول ایستادن در روسیه نداریم، منتظر رفتن به وطن هستیم، لیکن مری مسکو سبیانین اعلان کرد که به آنها قوه کاری نمیرسد. نظر شما چیست؟ آینده چی میشود؟ ایستیم اینجا یا وطن رویم بهتر؟ خب دوستی عزیزم سیراج‌الدین، من پیشتر در همین صحبتم یک اشاره کردم که مهاجرین عزیز ما در خارج در یک حالت معلق قرار دارند و آنها نمیدونن به وطن برگردن بمانند، زیرا که از یک طرف در تاجیکستان جای کار نیست، راهها بسته است، حالا پروازها هم آغاز شدن مثل که پروازهای چارتری و خیلی هم گران مسافران را مهاجرین را میبرند. اما از طرف دیگر اگر میری مسکو سبیانین گفته باشد که به قوه کاری نیاز دارن، ببینید شما، من حالا در حالتی نیستم که به شما توصیه بدم بگویم که نه حتما در مسکو باقی بمانید، در تاجیکستان جای کار نیست اینجا کار کنید، چون که شما میتوانید در روسیه باقی بمانید و در قزاقستان با همون امید اون که کرونا ویروس تمام میشود و شما صاحب کار میشوید، این باقی مانده پولی که دارید اونم از بین میرود، حتی ممکن دیگر پولی بازگشت به وطن هم نداشته باشید. دیگر یقین هست که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش هواپیمای بی پول نمیفرستد مثل کشورهای دیگر دنیا، بلکه نرخ بلیط رو باز یک برابر بیشتر کردن. پس در این حالت به نظر من این است که شما اگر امکان هست برگردید به تاجیکستان. چرا؟ هم حداقل در کنار زن و بچه و پدر و مادر خواهد بود که در این روزهای دشوار هم برای آنها هم برای شما نزدیک بودن با هم انسانها را اون فشار روانی را کمتر میکنه، سبکتر میکنه. و اما یک مسئله دیگر است که از لحاظ استراتژی باید ما فکر کنیم. اگر شما برگشتید به تاجیکستان و دیگر در اونجا جای کار نباشد که حتما نیست، دیگر البته معلوم است وضعیت، باید که هم سازمان‌هایی که در روسیه کار میکنن، سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجرین، به خصوص سازمان‌های تاجیکی، حالا نمیدونیم وضعیتی که برادر عزت امان دارد، فشارهایی که بالای او هست، آیا میتواند این کار را انجام داده؟ اگر نه، اون نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان، سفارت تاجیکستان، وزارت مهنتی تاجیکستان در یک جایگی با نهادهای بین المللی برای مهاجران تاجیک در آینده در روسیه، در قزاقستان، در هر جای دیگری که باشد، باید یک شرایط خوبی کاری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معاش، از لحاظ حقوقی و از همه مهمش از لحاظ طبی باید که آماده کنند. امروز مهاجر تاجیک وقتی که به این مشکل گرفتار شد در روسیه، این مهاجر کوچه میروبد، جنگل میبرد، این همه کارهای سنگین را میکند، خیش میکشد، در پدوالها خواب است، به بودجه روسیه پول میدارد، به بودجه تاجیکستان پول میدارد، به خویش و تبار و به خانواده‌اش پول تامین میکند. وقتی که این مصیبت بالای سر مهاجرین آمد در پدوالها، در جنگل‌ها، ما دیدیم وضعیت را، نه حکومت روسیه به کمک آنها رسید، نه حکومت تاجیکستان، و حتی ما بعضی نوارها را دیدیم که خویش و تبارها میگن که خب دیگر اکنون طاقت کنید و در همین شرایط هم منتظرن که مهاجر بیچاره با آنها پول بفرستند. و از همه مهمش دوستان عزیز، من فکر میکنم که اگر به وطن برگشتید و اونجا موندید، از حکومت تاجیکستان طلب کنید که در داخل وطن برای شما جای کار پیدا کنه. چرا شما همیشه در یک حالت معلق نامعینی باشید در روسیه که تقدیرتون چی میشه؟ وطن ما و شما هست، وطن یک گروه نیست. شما برگردید به وطن، این سوالها رو از وطن بدهید، این فعالیت‌ها رو در وطن کنید و اجازه ندهید که این مردم رو به این حال بیارن. حالا به خاطر اینکه مردم فراموش کنن مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه را، ذهن مردم رو میکشن به این طرف، این نوارها پهن میکنن تا اینکه مردم درباره کار فکر نکنند، مردم درباره آینده اقتصاد فکر نکنند، درباره این ظلم ها فکر نکنند. وقتی اون رسیده است که دیگه همه باید برگردند و کار کنند که از حکومت طلب کرده شود که دیگر شروع کند به انجام مسئولیت خودش. شهروند باید جای کار داشته باشد، معاش خوب داشته باشد، دانشگاه و مکتب و باغچه خوب داشته باشد برای فرزندانش و یک آینده نیک داشته باشد که در این وطن بهشت آسا که از پروردگار به ما همچون هدیه داده شده است، یک زندگی واقعا بهشتانه داشته باشد. نشود که از لحاظ طبیعت پروردگار به ما یک وطن بهشت آسا را داده است، ولی از لحاظ زندگی بود و باش به مثل یک دوزخ باشند مردم در آن و از وطن فرار کنند.